کرده است. برای همین جوانهای عزیز باید که ما و شما هوشیار باشیم، شکرانه تنجی و امنیت کنیم که الله مهربان این امنیت برای ما و شما داده است. در حق پیشوای ملت، در حق سرور دولت در 5 وقت نماز دعا کنیم که خداوند عمرش دراز کند، پروردگار در بالای سر ما و شما نگهبانش باشد. دعا میکنیم در حق بابای حاجی که پروردگار سفرهای قیامت بی خطر می‌گرداند. خداوند اون خدمت‌هایی که برای پدر و مادر، برای فرزندها، برای همسایه‌ها، برای تعموها کردگیش خداوند منیتی قبرش می‌گردد. پروردگار آن سؤال‌هایی که در درون قبر می‌شود و من ربک و ما دینک و من نبیک سؤال می‌شود، خداوند زبانی بابا را گویا بگرداند. بگو پروردگار را از این ماندگی فرزندها، نبیره ها، عبیره ها خداوند نگهبان